هنرمایه آفرینندگی برد راه بر سوی پایندگی. درود و پیام های فراوان بینندگان ارجمند تلویزیون سینما، نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است منظور شما. در برنامه قبلی با حضور صنعتشناس معاصر ملی، دکتر صنعتشناسی، مدیر شعبه صنعتشناسی نزد ریاست اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، استاد اصلی نظامی، یک صحبت کردیم اطراف موضوع روند جهانی شوی و موسیقی و سرنوشت موسیقی ملی. همین موضوع را در همین موضوع سرنوشت موسیقی ملی در شرایط جهانی شوی دنبال میکنیم و در آخر همون صحبت استاد بعضی نکته‌های جالب تاکید کرده در مقایسه موسیقی ما با موسیقی جهانی و موسیقی منطقوی، از موسیقی آسیایی صحبت کردید. همون ادامه بدیم که چیکار کنیم که همین کدام نمودی الटरनेटिव ها یا که گزینه‌های داشته میتوانیم که در قالب برنامه‌ها، هم در شبکه‌های اجتماعی، هم در فضای مجازی، هم در وسایل اخباری عامه، هم در مطبوعات دوری، هم در برنامه‌های معارفی کشور، یعنی قالب‌های الटरनेटिव جور کنیم که همین موسیقی ما، موسیقی ملی ما، موسیقی مردمی ما، موسیقی کلاسیکی ما، موسیقی پروفسیونالی ما که روحی ما رو نشان داده است، مقام جایگاه ما رو در شرایط صاحب استقلالی، این حفظ نه تنها حفظ شود بلکه مقاومت کرده تواند و رقابت پذیر باشد. بفرمایید استاد. میدونید امروز البته هنر موسیقی و من دنیای موسیقی ملی ما احتیاج به آن دارد که ما باید حفظ کنیم، آن رو حفظ کنیم، زیادتر ترغیب کنیم و امکانیت زیادی رو فراهم بیاریم که مردم از موسیقی اصیل زیادتر استفاده برند. امروز میدونید در برابر همون جهانی شوی که ما دعوا داریم که از بیرون مال بیگانه وارد میشد، در موسیقی ما همون مال بیگانه یا عنصرهای بیگانه، عنصرهای غیر اصلی از داخل کشور هم پیدا میشد. همین هوسکاری، یعنی سراینده هوسکار یا آهنگساز هوسکار، این یک دنیای دیگر است. وای تحصیلات ندارد، وای از روی ذوق خودش سرود انتخاب میکند یا به این یا اون آهنگ پیروی میکند، یک آهنگ میآفرد که در همون منطقه یا در همون دایره محدودی خودش معرفی میشد. لیکن موسیقی کسبی، یعنی موسیقی حرفه‌ای، این موسیقی دیگر است. در همین مورد ما را از خمیر جدا کرده توانستن در کار است که در رسانه‌های دولتی و من در معرکه‌های بزرگ موسیقی که مخلوط عنصرهای بیگانه شده است راه نیابد. چون که من تکرار میکنم امروز امکانیت‌های تکنولوژی همین گونه زیاد هستند که در یک لحظه در یک چند دقیقه یک سرود وارد گوش میلیون ها میشد. نه تنها توسط رادیو تلویزیون، حاضر دیگر رسانه ها هست، میرن همون فیته ها رو میخرن یا تماشا میکنن یا گوش میکنن. یعنی در اینجا انا همینجا شاید همین گونه یک فضای پیدا شده است که بار دیگر، متاسفانه بار دیگر در همین حیات امروزی ما ضد هنر موسیقی، ضد سرودهای نو، من سرودهای ملی، من موسیقی ملی با حرکت‌های پیدا میشن، حرکت‌های خرافات پرستانه پیدا شدن. یعنی یک نمود مقاومت، یک نمود ضدیت هست که همین از کجا پیدا میشد؟ از چی پیدا میشد؟ اگر گیریم در زمان‌های خیلی دشواری فرض کنیم تاریخ، بزرگترین شخصیت‌های ادب و علم و فرهنگ ما هیچ کدام آنها بر ضد موسیقی یگان کلمه ننوشتن، نگفتن. این رو ببینید. بزرگترین ما زیاده از نمیدونم میگن که 1000 صاحب دیوان داشتیم، هزارها صاحب دیوان، هزارها عالما، صدها عالمایی که اونها در سطح جهان شناخته شدند تا امروز. اینها برعکس اینها درباره موسیقی همچنین واسطه معرفت کتاب می نوشتند. امروز سر و صداهای خرافات پرستانه پیدا شده ضد موسیقی. این از چی است؟ از اون است که بعضی آهنگ هایی که امروز توسط آنها مخلوط شوی از بیرون و از داخل کشور رو دسترس مردم میشن، به گوش مردم نمیخورند. آهنگ های بی معنی به نام استرادی یا به نام معاصر یا به نام مدرن، همین یک گونه ضدیت رو پیدا میکند.
یک نمود ضدیتی که این یک طرفش است استاد. طرف دیگرش هم هست که خرافات پسندی و تعصب زدگی یا که مذهب زدگی در عصرهای میانه ببینید با موسیقی ها چی ضرری سخت آورد که اونا کفر اعلام کردن. یعنی همون اون پدیده در شکل نو با ظهور کرده است. این هم هست. میدونید من گفته میتوانم که در عصرهای میانه البته خرافات ضد موسیقی مبارزه میبرد، حرام میگفتن، من میکردن، لیکن ببینید یگان سرود ملی ما که توسط شفاهی رشد می‌یافت، دهان به دهان، از سینه به سینه گشته می‌آمد، من نشده بود. سرود می‌خواندند، در روزهای نوروز سرود می‌خواندند، رقص می‌کردند. در ماه رمضان سرودخانه کودکان بود، گلگردانی‌ها، در روزهای نوروز، در دیگر جشن‌ها. یعنی موسیقی رو گویا من می‌کردند، لیکن از موسیقی همیشه استفاده می‌بردند. خود این نوروز ببینید کفر اعلام کرده و این چی معنا داره؟ معناش همین که همونا ظهور کردن آخر بود در شکل نو تازه. قدرت صنعت اصیل همین است که با یگان نمود گپای کوچگی خرافات پرستی پسندش نمی‌بیاد. قدرت صنعت از وی بزرگتر است، چون که موسیقی یکی از نیازهای مردم است، نیازهای انسان است. این یک واسطه بیان کردن احساسات باطنی انسان، واسطه دنیا شناسی، دنیا بینی. این کارش این شوخی نیست. برای همین اون گپ‌های خرافات پرستانه اون برای خودش بود. امروز بسیار تندتر شده است استاد. خیلی تندتر شده. تندتر شدن این حاضر عامل‌های دیگر هم دارد. اینا گاه از بیرون هم به ما وای میکنند. البته سفلارهای بیرونی به گوش مردم گویا میرسانند. لیکن ببینید موسیقی رو چگونه منع کردن ممکن است؟ 190 چند دولت دنیا هر صبح با سرود ملی خودشون روز آغاز میکنند. هر صبح موسیقی رو در یگان دولت، در دولت‌های اسلامی هم، در همه دولت‌ها سرود ملی دارن، ارکستر نفسی دارن، ارکستر سیمفونی دارن و گروه‌های هنری دارن. من نکردن. همین من کردن یا من نکردن موسیقی رو هنوز قریب 1000 سال پیش همین امام غزالی یک بهای خوب دادگی بود در کتاب احیاء علوم الدین. اگر به خاطر بیارید در همونجا در کتاب در آداب سماع غزالی عقیده رو پیش میارد که همین موسیقی دو نوع است. موسیقی که تنها برای دلخوشی آفریده شده است و موسیقی رو غزالی منع میکند، ولی موسیقی که در روح انسان حقیقت رو، دنیا شناسی رو، حق رو، عالم رو، خورشید رو، خورسندی رو افاده میکند و وارد میکند، وای رو هیچ کس منع نکرده است. مبارزه به هر حال بودند و مبارزه میبرند و تندتر مبارزه میبرند. مبارزه بود. من تکرار میکنم این مبارزه ها، زور این مبارزه ها به نیست کردن موسیقی نرسید. 1000 سال نرسید و حاضرم نمیرسد. لیکن ها دیگر شد استاد، واسطه ها دیگر شد. لیکن انامین مخلوط شوی با عنصرهای بیگانه این یکی از نارسایی ها، یکی از ناقصی های موسیقی امروزه است. از همین احتیاط شدن در کورکی سطح هوسکاری به سطح حرفه‌ای نبراید. هنرمند هوسکار این از روی یعنی هوسکار منبری کلام نگیرد، وای از روی هوس خودش، از روی دیدن خودش. لیکن سراینده حرفه‌ای هیچگاه راه نمیدهد که یک آهنگ رو با طرز یک مخلوط شده یا با عنصرهای بیگانه آمیخته شده به گوش مردم رساند. چندین مثال ها رو آوردن ممکن است. استاد عادل هاشمی یا بای محمد نیازوف یا ظفر ناظموف یا ابراهیم کابلیوف که یک شخصیت خیلی بزرگی عالم معارف و فرهنگ تاجیکستان به شمار رفتن، اینها یگان آهنگ بیگانه اجرا نکردن. یا عبدالله نظریف یا اکا شریف جورایف. ببینید اگر هم 100 سرودی عبدالله نظریف و ابراهیم کابلیوف تحلیل کنید، یگان آهنگ بیگانه، یگان عنصر بیگانه در اونجا نیست. آفرین. یعنی مثال عالی است. البته موسیقی حتی بدون کلام، بدون نظم هم، بدون سخن هم قدرت تاثیررسانی دارد. خیلی قدرت بزرگی تاثیررسانی دارد، چون که موسیقی با احساسات باطنی انسان سر و کار دارد. و میدونید اینجا به خاطرم یک سخنی یکی از عالمان درباره یوگان باخ آمد که همین موسیقی باخ رو که اینقدر طی 10 ساله ها در کلیسای کاتولیکی آهنگ‌ها می آفرید
و تا امروز یگان محقق تا به آخر گفتن نمیتوند که همین آهنگ هایی که وای آفریده است چی رو افاده میکنند، چی معنی دارند، چون که خیلی هم به گوش همه مردم، به گوش تمام دنیا فورم است. یگان ملت دنیا، یگان خلق دنیا نگفته است که انا موسیقی باخ به من یا به ما معقول نیست. انا درباره همین باخ میگویند که موسیقی باخ این صحبت الهی با انسان است. این صداها صداهای عادی نیستند و ببینید در همین نهاد در محتوای همین موسیقی شش مقام ما نیز صدها نمود احساسات گوناگون جای دارد. من اگر گیرید گریه، آهنگ های گریه هست، آهنگ های ساقینامه هست، همون ساقینامه هایی که در نظم کلاسیکی در آثار عبدالرحمن جامی، نظامی گنجوی ساقینامه می نوشتن در بری مثنوی ها، همون ساقینامه ها وارد شش مقام شدن. ساقینامه چیه؟ این بزم است. بزم یعنی از یک حالت محزونی به حالت شادی و سرور خوشحالی رساندن مردم. در شاهنامه فردوسی اگر به خاطر بیارید هر لحظه ای که بعد از اتمام رسیدن این یا آن صحنه رزم، صحنه بزم شده میشه. بزم کرده آن شب و باده خورده. که بزم شد و در اون صحنه بزم حتما نام سازهای موسیقی، نام آهنگ‌های موسیقی، نام البته باربد مروزی یعنی موسیقی نوازان بزرگ. این خودی گویا که فردوسی قصداً همون صحنه زندگی انسان رو از دو، هم بابی یک باب مبارزه به یک کوشش به یک مقصد رسیدن و وقتی به یک مقصد معین رسیدن حتما صحنه بزم است که انسان باید فراغت کند. پشیمانی آرد دلت را شتاب، زیراهی خیرت هیچ گونم متاب. پشیمانی آرد دلت را شتاب، درنگ آورد راستی ها پدید. زیراهی خیرت سر نباید کشید. نباید شتاب، نباید شتاب، نباید شتاب، نباید شتاب. همین چیزم از اون درک میدهد که با موسیقی، عموما با هنر موسیقی گذشتگان ما اهمیت خیلی بزرگ میدادن. بیهوده نیست که ابو علی ابن سینا بزرگترین طبیب عالم اعتراف شده است. ابو علی ابن سینا دایر با موسیقی 5 کتاب نوشت در برابر دیگر اثرهایش، در برابر اثرها با طب و فلسفه و دیگر درباره موسیقی 5 کتاب نوشت و یکی از آنها کتاب خیلی مکمل است که تمام جنبه های نظریه و عملیه موسیقی را در بر میگیرد. با همین یا خود عبدالرحمن جامی در عصر 15 در هرات ضرور شمارید، این بزرگوار عارفی بزرگ ضرور شمارید که اندکی از دیگر انواع ادبیات با یک طرف مونده با نوشتن رساله موسیقی شروع کند. چی جامعه را مجبور کرده است؟ چی عامل مجبور کرده است که درباره موسیقی اثر نویسند؟ ببینید همین در هرات عصر 15 با نوبت دیگر گوییم موسیقی به واسطه عیش و عشرت مبدل شد در همون دربار سلطان حسین بویقرا. یعنی بیشتر و بیشتر همون انواع مدحیه های سلطان یا انواع موسیقی که با ذوق همون بزم، همون لحظه بزم و عیش و عشرت مطابقت میکند استفاده میشدن. این رو چشمی خیلی هم نازک بین و با ذهنی خیلی هم بزرگ عارف زمان عبدالرحمن جامی بیهوده گرفتن نمیتوانست و
جامعه مجبور شدند که در رساله موسیقی ماهیت عرفانی، ماهیت معنوی، ماهیت اصلی موسیقی ملی ما رو تصویر کنند، روی کاغذ بیارن و 12 مقام تاجیکی رو عبدالرحمن جامی شرح دادن در رساله موسیقی. بله. آفرین استاد. نه منظوری ما از این که یک موسیقی قویه که داشتیم که هدفش شناساندن بود، هدفش مثلا هدف دوم یا سومش خوشحالی و این چیزا بودن، لیکن هدف واقعی و اساسی و اصلی و محتوایش این شناساندن خودمان با خودمان بود، شناساندن ما با خودمان و با دیگران و جهان. و همین صدایی که گفته، صدای دل، صدای قلب انسان ها، صدای روح انسان ها، صدای معنویات و فکر و اندیشه انسان ها که در قالب آهنگ ها و بعد متن ها ظهور کردن و عالم را تغییر دادن. اکنون استاد در همین شرایط ما در صحبت اول گفتیم که وضع حال موسیقی خودمان، آیا همین موسیقی ما در مثال همون موسیقی کلاسیکی همون در موسیقی پروفسیونالی امروزی که داریم که مثلا عنصرهای موسیقی غربی و شرقی همش در آمیزش در سینتز قرار گرفتن و موسیقی خلقی مردمی ما در مثال همون فلک اینا، آیا اینا رقابت پذیر بوده می توانند و برای رقابت پذیر کردن اینها این نوع موسیقی های کسبی و پروفسیونالی و خلقی و مردمی و کلاسیکی ما با این مثلا سیل تهاجمات بیرونی که در قالب پروژه ها میآیند میخواهند که درون ملت ما را تغییر دهند با مثلا موسیقی های کوچه باقی با موسیقی های دیگر، اینا ما چیکار کنیم که اینا رقابت پذیر کنیم؟ چون که شبکه‌های اجتماعی هستن اینجا، ما خواهیم نخواهیم اونا هم اینجا حمله میکنن، هجوم هست و این چیزا هست، هجوم رسانه‌ای هست و هجوم اطلاعاتی هست و هجوم شبکه‌ای هست و این چیزا هستن. چندین سال اگر از روزگار ما با گذشته نظر کنیم، سالهای 80 70 همین موسیقی سنتی ما در اجرایات فرض کردیم آدینه هاشم، ظفر ناظمov، بوی محمد نیازov، گلچهره صادق و ابراهیم کابلی، عبدالله نظری، در اجرایات همین ها گفتن ممکن است که یک قدرت خیلی بزرگی همون چیزی که شما میگید رقابت پذیری پیدا شده بود. یک شخصیت، یک سرود، یک آهنگساز یا یک سراینده میتواند با همون هنر خودش و با محصولی همین ایجادات خودش همون ستون رقابت پذیری ملت رو به یگان چی میگن، به یگان شبهه، به یگان دشواری حمایت کند. امروز در شرایط زمانه امروزی ما ببینید در سیاست فرهنگی سرور دولتمان از جمله در ساحه همین آباد کردن ساحه موسیقی یک پدیده خیلی هم گوارا و خوش به نظر می رسد که جناب عالی همیشه کوشش میکنن از بین همین جوانان، بین نورسان استعدادها رو پیدا کرده، آنها رو تا به مره بلندی همین هنری رسانند توسط تحصیلات یا به خارج فرستنده آموزاندن و دیگر عامل ها و همین چیز برای ما یک معما رو باز هم فراختر میکشاید. ببینید در خلق ما رو میگن خلق فرهنگ دوست، فرهنگ ساز. این یکی صفت های خوب، یکی صفت های باطنی همین مردم ما است و همون نظم کلاسیک هم بیهوده صاحباش از همین ملت و از همین زبان نیستن. در نهاد ملت ما استعدادها خیلی زیاد هستند، خیلی و خیلی زیاد. این چند نفری که حاضر زیر غمخواری دولت و حکومت قرار دارند و البته به سطح بلند برآمدند در پیروی ظفر ناظمov و عبدالله نظری و آدینه هاشم و دیگر اینها ولی یک کشمار هستند. هزارها دیگر استعدادها ولی موجودند. برای چی؟ من ببینید حاضر سپارش شد که در همه ناحیه‌های تاجیکستان در طول یک سال، همین سال 25 یعنی یک مکتب مخصوصی صنعت، مکتب موسیقی و رسامی بنیاد کرده شود. همین نقشه روزی به آن میرساند که باز صدها هنرمندها مثل ظفر ناظمov، تکرار میکنم همون نفرانی که ما نامبر کردیم، مثل همونها پیدا میشن، تربیت مییابند. این قانونیت
معین کردن، دریافت کردن استعداد و به درجه بلند سبزانیدن استعداد این قانونیت دنیای تمدن است، دنیای هنر است. به این نمیشد. میگویند که من پداگوگ های مشهور نمیدونم نامهاشون همه میدونن، دوایی میگویند که هر یک کودک با یک نمود استعداد تولد میشه. هر یک کودکی که به دنیا می آید یک نمود استعداد دارد. فقط باید استعداد رو پیدا کردن و شناختن و به راه درست روان کردن که وای سبزد، یعنی سبزش یابد و از همون استعدادها البته در آینده همون بزرگا پیدا میشن. آموختن موسیقی، عموما موسیقی رو یاد گرفتن یا موسیقی رو آموزاندن به کودکان در مکتب، در مکتب تحصیلات همگانی، در مکتب‌های عالی هم این کار شوخی نیست. یعنی شنیدن موسیقی، یاد گرفتن، بهره بردن از موسیقی یا نواختن این یا آن ساز موسیقی، این یکی از عامل‌های خیلی بزرگی رشد مغزی سر انسان، معینه انسان است. ببینید در ژاپن یک عنعنه بزرگ است که تمام کودکان رو از باغچه همون باغچه‌های خصوصی خیلی بسیار تمام کودکان رو با نواختن این یا آن ساز موسیقی، سازهای کوچکی خردکک که در همون باغچه‌ها هستند، یک پیانین خردکک یا یک دوتار یا یک نای یا یک اسباب ضربی که با همین رو وای معینه تفکر کودک رشد می‌یابد. و عالمان میگن که با تمام کودکان موسیقی رو باید یاد داد. شرط نیست که همه آنها موسیقیدان یا موسیقیچی شوند، موسیقی نواز شوند. باید در دیگر ساحه با دانستن موسیقی، باید در ساحه علم و نمیدونم استحصالات و تکنولوژی، من این هوش مصنوعی و دیگر چیزها و پیشتر می رود اگر با موسیقی سر و کار داشته باشد. تشکر زیاد استاد. حتما این موضوع رو دنبال میکنیم چون وقتی ما محدود است. در برنامه این بعد سر این موضوع مفصل تر صحبت میکنیم. تشکر زیاد بار دیگر که دعوت ما رو پذیرفتید و یک صحبت خوبی اختصاصی هم انجام دادید. رسیدیم به پایان برنامه. روزگاری خوش و بردوام و ایام بکام.